دوقلوهای من کلاس دوم یا سوم بودن که معلمشون گفته بود یه کاردستی درست کنن. برای کاردستیشون رفتم تعدادی چوب بستنی گرفتم و یه خورده وسیله گرفتم تا بتونیم یه چیزی سرهم کنیم. اون روز با چوب بستنی ها براشون یک نقش و نگار و یک کلبه درست کردم. بردن مدرسه و خب خیلی خوشحال شده بودن. سال بعد مدیر مدرسهشون گفته بود که یه کاردستی بهتر از پارسال درست کنید تا بره توی جشنواره و از این داستانایی که بچه‌ها توی مدرسه دارن. خواستم یه خورده تنوعشو بیشتر کنم و رفته بودم اون موقع یزد خونه پدری و مغازه بابام هم چسبیده به خونهشون، مغازه موتورسازی. بابا دیگه پیرمرد شده، خیلی نمیتونه کار کنه، اما مغازش پر از وسیله‌های جذاب و قدیمی بود. کلی وسیله با خودم برداشتم، گفتم اینا شاید یه روزی به درد بخوره. با خودم برداشتم آوردم، اما برای کاردستی بچه‌ها فرصت نشد چیز خوبی درست کنم و همون دوباره با چوب بستنی یه سری طرح‌های جدیدتر براشون زدیم و بردن. اینا مون تو خونه تا اینکه یه روز اتفاقی داشتم بهشون نگاه میکردم، تو ذهنم چند تا شکل ساخته شد. بعد که سرچ کردم دیدم نه، اصلا یک هنری هست، یک به اصطلاح کاسبی هست که حتی از ضایعات یک سری وسیله های دکوری، نمادین یا اسباب بازی درست میکنن و برای فروش میگذارن. از اونجایی که علاقه دارم به خلق کردن یه چیز و این اتفاقات رو به عنوان یک فرصت تو ذهنم شمردم و گفتم هیچ اتفاق نمیفته. اگه من رفتم وسیله هایی که 30 سال جلو چشمم بوده و هیچ موقع بهش هیچ کاری نداشتم، الان که نگاهم به اینها تغییر کرده و دارم با خودم آوردم و دارم باهاشون یک صحنه‌ای رو تو ذهنم میسازم، بذار این کارم رو انجام بدم. یه کانال جدید زدم و شروع کردم هر چیزی که میسازم اونجا میذارم و بعدم نبوده، خدا رو شکر. به نسبت حالا زمانی که گذاشتم بازدید گرفته، حساب گرفته و شکرگزار هستم خدا رو که این فرصت هم اتفاق افتاد. خواستم اینو بگم، دیدید میگن مثلا فلانی به فلان جا رسید، میگن قسمتش بوده، سرنوشتش بوده، شانسش بوده. دوستان خیلی از اتفاقات با یه تصمیم ساده، یه اتفاقاتی توی زندگی ما میفته بهش میگیم همزمانی، میبینیم یک سری اتفاقات رو اما توجه نمی کنیم. همین پیج اعدادی که من زدم، من فقط با دیدن ساعتهای روند و جفت و آینه‌ای مجذوب شدم و ادامه دادم و الان کانالش در خدمت شما هستم. میتونستم عین هزاران نفر دیگه که قطعا شماها هم همینطور هستید، ساعتها رو دیدید، اعداد جفت رو دیدید، یه سری اتفاقات عجیب غریب براتون میفته، اما ممکنه بعضی ها از کنارش به سادگی عبور کنن و بهش توجه نکنن. من سعی کردم که طول زندگیم هر چیزی که به صورت غیر عادی داره خودشو به من نشون میده، اونو به عنوان یک فرصت در نظر بگیرم، اونو به عنوان یک اتفاق جدید بهش نگاه کنم و معتقد هستم که خداوند این که میگه من مسبب الاسباب هستم، یعنی وسیله ساز هستم، خودش رو توی فرصت‌های خب نمیتونه بیاد در خونمون بزنه بگه فلانی پاشو برو همچین کاری انجام بده، یا تو برای همچین کاری مثلا برای فرصت ایجاد شده. معمولا فرصت ها در قالب همین اتفاقات تو همین شکل ها خودشونو به ما نشون میدن. اینکه یه بچه میاد میگه من کار دستی میخوام، میتونستم بگم مثل سالهای قبلش خودت یه چیزی درست کن، میتونستم بگم برو به مامانت بگو کمکت کنه، ولی خب گفتم باشه بیاین حالا ببینیم چی میتونیم درست کنیم و همین اتفاق میفته که اوایل برای ساختن باید میرفتم وسیله ها رو از این ور میگرفتم و الان جوری شده که دیگه اطرافیان اگه قطعی از ماشینشون عوض میکنن، اگه قطعی از لوازم خانگی یا هر چیزی جایی میبینن عوض میکنن، دور نمیندازن و میارن برای من و میگن که شاید به دردت بخوره. ببینید همه اینها با یک
ایده ساده شروع میشه. هرچند که الان این هم کار عجیب غریبی نیست که بگم حالا واو توش خیلی موفق شدم فلان، ولی میدونم که یه فرصتی هست، یک شروعی هست و هدفم از این مطلب این هست که به شما یادآوری کنم، بگم سخت نگیرید. اگه من توی کانال مرتب به شما میگم اگه از نظر مالی تو مضیقه هستید، اگر که وضعیت اقتصاد و کسب و کارتون درست نیست، فرصت‌های امروزی سوشال میدیا و به خصوص یوتیوب رو جدی بگیرید. و خیلی ها میگن ما ایده نداریم، نمیدونیم چیکار کنیم. این ببین، این یه ایده ساده، بدون هیچ چیزی، بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ دکوری، خیلی ساده، خیلی خودمونی. من اومدم یک سری لوازم که حالا دید خیلی ها آتاشغال هست، من میریزم بیرون، اینها رو گذاشتم میکوشه و نیومدم حالا با دستگاه جوش و تجهیزات نمیدونم خاصی که بگی حالا من اینا رو ندارم و نمیتونم، با چسب، یه انبردستی و چسب اومدم اینها رو به هم وصل کردم و ازش یک شکل یادگاری درست کردم که اگر درست ازش محافظت بشه با همین چسب هم سالها میمونه. حالا من چون اینجا فرصت جوش کاری نداشتم با چسب دادم، ممکن هست اگر فضای ایجاد بشه که بتونم دستگاه جوشم رو استفاده کنم، قطعا با جوش دادن دوباره اینها رو محکمش میکنم، شاید هم همینجوری بمونه، خیلی مهم نیست. مهم اینه که یک کاری شروع میشه و با امید خدا با کمک هم میبینیم که به نتیجه هم میرسه. و فقط همین میخوام بگم که اگر هنری دارید، اگر کاری بلدید، اگر مهارتی دارید، حتما هم نیاز نیست که خیلی فوق‌العاده باشه، یا تا چیز ساده. اگه کاری بلدید شروع کنید، خیلی سخت نگیرید. همه چیز با یک حرکت ساده شروع میشه. فقط کافیه یک کانال بزنید. من سعی میکنم اگر کاری، کمکی، راهنمایی، چیزی از دستم بریاد حتما بهتون کمک کنم. خیلی دوست دارم که تک تک شما یک درآمد اضافه تری داشته باشید، به خصوص که یوتیوب درآمدش به دلار هست و خب با این اختلاف قیمت دلار و ریال قابل توجه هم هست. امیدوارم که از این کار دستی من خوشتون اومده باشه و حرفایی که زدم رو به عنوان یک پیشنهاد برادرانه و دلسوزانه بگیرید و اگر کاری، کمک، چیزی از دست من باشه قطعا دریغ نمی کنم. خیلی دوستتون دارم. یا حق.